داستان شیر و روباه قسمت 2. خلاصه شیر بنده خدا هر روز برای این روباه بره می آورد و اینم گوشتاشو میخورد و پوستشو مینداخت توی رودخونه. چند روز که گذشت شیر اومد گفتش این عبای ما چه شد؟ گفت آستیناش مونده، یه چند تا گوسفند دیگه بیارید درست میشه. اینم رفت چند تا دیگه آورد و باز چند روز دیگه گفت آقا این عبای ما چه شد؟ یه جیباش مونده، یه چند تا دیگه بیاری درست میشه. میرو براش میارو، بعد باز میگه آقا این عبای ما چه شد؟ میگه یقش مونده. میگه ببین حوصله‌مو دیگه داری سر میبری، فردا میام، اگه آماده شد نشد وگرنه کلتو میکنم. فردا صبح میشه و میاد دم خونه روباه. تا روباهو میبینه میگه چی شد؟ میگه هنوز درست نشده. میپره دمشو میکنه. روباه هم فرار میکنه میره. میگه هر جا بری دیگه نشونه داری.